کل زمین آماده برای دجال شده. دجال چی وقت می آید؟ زمانی که ساز و موسیقی و فساد به اوج خود رسیده. زمین کاملا آماده به دجال است، به آمدن دجال است. زنان زیاد هستند که فعلا فساد میخواهند. زنان زیاد هستند در این کشور که 98% مسلمان داریم. امروز خواهران ما، مادران ما دور از کوها باشد، ما با خوبا کار نداریم. خواهران و مادران دیندار با تقوا و خدا ترس و دینجو زیاد داریم، اما از اینها بیشتر فاسدی نشان است، از اینها بیشتر فاسقی نشان است، از اینها بیشتر مجرمی نشان است. اونها همه روزه در تلاش فساد و در تلاش پیشرفت به سوی فساد هستند. رسول معظم اسلام فرمود دوم گروهی که از دجال پیروی میکنند زنان هستند. شما ببینید در شهر و بازار اینها جز کسانی که از دجال پیروی میکنند کسان دیگه هستند که در شهر و بازار ما میبینیم. کجا هستند؟ کجاست او عشق محمد صلی الله علیه و سلم؟ کجاست او گریه های دل شب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم؟ کجا هست او درد و سوزی که از قلب پیامبر برای این امت؟ شبها پیامبر را به خواب نمیگذاشت. حضرت عایشه فرمود آنقدر رسول خدا شبها نماز میخواند که پاهای مبارک ورمیده بود. برای رسول خدا فرمودم یا رسول الله بسیار نماز میخوانید، شما خیلی تکلیف شدید. گریه ها میکرد. در گریه ها حضرت عایشه صدیقه میفرمود که رسول معظم اسلام دعا میکرد پروردگارا امت مرا نجات بده، امت مرا ببخش. ولی کجاست امروز عشق محمد به دل یک خواهری که فعلا حجاب اسلامی ندارد؟ کجاست عشق محمد صلی الله علیه و سلم به دل یک جوانه که تمام روز سنت پیامبر مشکناند؟ کجاست امروز عشق الله و عشق رسول الله به قلب اون جوانه که سنگ میزند به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم؟ اما رسول خدا تا آخرین رمق زندگی تک تک و فرد این امت را فراموش نکرد. نه زن امت فراموش شد، نه دختر امت فراموش شد، نه پیرمرد امت فراموش شد، نه جوان امت. هیچ کس را رسول معظم اسلام فراموش نکرد. ولی امروز کجا هست عشق محمد صلی الله علیه و سلم؟ رسول خدا فرمود دوم گروهی که از دجال پیروی میکنن زنان هستند. دعا بکنیم که پروردگار مادران و خواهران ما را اونها نگرداند، خواهران و مادران ما را پیرو دجال نگرداند. پدران عزیز، برادران گرامی، اگر هوشیار نباشیم، اگر زرنگ نباشیم، به خدا قسم شیطان با رنگ‌های مختلف، با برنامه‌های مختلف، با شیوه‌های مختلف داخل من و تو آمده. نه دختر من و تو را میگذارد، نه همسر من و تو را میگذارد، نه خود من و تو را میگذارد، نه پدر و مادر من و تو را میگذارد. همه را میخواهد که به چنگ دجالیان بدهد، همه را میخواهد که دچار جهنم بکند. بیاییم بیدار شویم پیش از این که این فتنه ها ظاهر شوند، پیش از این که فتنه ها ظاهر شوند بیدار شویم. و سوم گروهی که از دجال پیروی میکنند رسول معظم اسلام فرمود سرمایه داران است، سرمایه داران و تاجرانی که خدا را نمیشناسند. برای تجاران داریم، سرمایه داران داریم که به خدا قسم از من ملا و پیشگاه خدا خیلی با ارزش تر است. تجاران داریم که سبب حفظ دین شدن، تجاران داریم که مدرسه ها می سازند، مسجد ها می سازند، تمام روز اشو فکر و هم و غمشان اسلامشان است. اونها که جایشان مشخص هستند، اونها در صف عثمان غنی هستند، اونها در صف عبدالرحمن ابن عوف هستند. اما رسول خدا فرمود اکثر کسانی که بعد از زنان دچار فتنه دجال می شوند و دجال را به خدایی قبول می کنند سرمایه داران هستند که از خدا نمی ترسند. پس هر سرمایه دار فکر بکند که چگونه از قلبش به کدام طرف میلان دارد. آیا آزادی می خواهد؟ آیا فحاشی می خواهد؟ آیا فساد می خواهد؟ یا قوت اسلام می خواهد؟ یا قوت دین می خواهد؟ یا قوت مدارس و علما و مسجد می خواهد؟ پس هر کس به خودش معلوم است که چی می خواهد. رسول خدا فرمود سوم گروهی که از دجال پیروی می کند سرمایه داران هست. الله تاجران ما را از اونها نگرداند. بنابراین 40 روز در زمین میماند، به کل زمین میگردد و فقط به دو جای داخل شدن نمیتواند، یکی به مکه و دیگری به مدینه. در آن روز فرشتگان از آسمان میآیند شمشیر به دست در کنار مکه و مدینه
از مکه و مدینه دفاع میکنن. دجال می آید به نزدیکی های مدینه، آنجا اتراق میکند، خیمه میزند، منافقین مدینه را فرا میخواند به سوی خودش که بیاین از من پیروی بکنین که من خدایتان هستم. رسول معظم اسلام میفرماید در آن روز مرد از مدینه بیرون میشود که بهترین مرد روی زمین است. از مدینه بیرون میشود، در برابر دجال استاد میشود. دجال میگوید مرا به خدایی قبول داری؟ اون مرد میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم، حبیب خدا، رحمت للعالمین، منجی عالم بشریت، به ما خبر داده که تو دجال کافری، از تو پیروی نمی کنی. تو دجال کافری، از تو پیروی نمی کنی. عربا میگیرد این مسلمانی که از مدینه خروج کرده او را با عرب دو نصف میکنه، بعد دستور میدهد پس دوباره دو نصف با هم میچسبد، او دوباره زنده میشود. میگه الان قبول داری که من خدا هستم؟ این مسلمان میگوید الان خوب متیقن شدم که تو دجال کذابی. سبحان الله، همون دجال کافری، اما بار دیگر نمیتواند که او را صدمه بدهد، صدمه برساند برایش. او در برابر دجال استادگی میکند و با مسلمانان میگوید با خبر که دجال است، از این پیروی نکنین. مسلمان ها خودشان هم خود حبس کردن، زن و بچه خود هم قفل کردن که زنهایشان بیرون نشوند، بچه ها بیرون نشوند، به خاطر دیدن دجال نروند که فتنه های از او آنقدر خطرناک است. با مجرد دیدن مسلمان ضعیف از پا میافتد، مسلمان ضعیف گرفته دجال می شود. اما هر چیز از خود نهایت دارد. 40 روز اینها در زمین میمانند. امام مهدی رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنه دعا میکنن پروردگار این فتنه دجال رو از سر ما دور بگردان. ناگهان الله جل مجده در بعض روایات نماز عصر است، در بعض روایات نماز صبح است، در جانب شرق مناره سفید دمشق ناگهان حضرت عیسی از آسمان پایین می شود. عیسی در آسمان زنده برده شده، در آسمان دوم هست. چون او را پیروانش غلط در کردن، حضرت عیسی را گفتن خدا هست، نعوذ بالله، و گفتن که یهودی ها گفتن ما عیسی را به صلیب کشانیدیم، او را هلاک کردیم. به خاطر این که قومش او را غلط در کردن، الله جل مجده او را زنده بالا برد تا در آخر زمان بیاید و به کل جهان اعلان بکند که عیسی پسر خدا نیست بلکه بنده خدا هست. عیسی خدا نیست بلکه بنده خدا هست. حضرت عیسی دو دست مبارک به سر دو بال ملک در مناره طرف شرق دمشق پایین می شود. موهای درازی دارد تا سر شانه، مثل که تازه از عمان بیرون شده باشد. از موهایش قطرات آب چکان چکان هست. ریش سیاه دارد، موهای تا سر شانهش پایین می شود. سر مناره دمشق وقتی اونجا پایین می شود همه مردم خبر می شوند که حضرت عیسی آمد. حضرت عیسی می آید داخل مسجد، وقت نماز است. امام مهدی پس می شود، به حضرت عیسی می گوید شما پیش شوین اقامه نماز بکنین. حضرت عیسی می گوید نخیر، هر امت و ملت از خود امام دارد، شما امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستین، از میان خود شما امام خود شماست. امام مهدی را مقدم می کند. حضرت عیسی پشت امام مهدی نماز می خواند. بعد از نماز لشکر را بسیج می کند که امام مهدی هم در کنار حضرت عیسی حرکت می کند به طرف دجال. دجال به فلسطین رسیده، به سرزمین فلسطین در اونجا رسیده، در نزدیک قصر حضرت سلیمان نبی که اونجا قصر را حضرت سلیمان بنا کرده بود، در مسجد الاقصی در همین جا رسیده که حضرت عیسی با لشکر می رسد. وقت دجال خبر می شود که عیسی آمده، عیسی علیه السلام آمده. عیسی به عنوان پیامبر نمی آید بلکه به عنوان یک امت رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید. اولین کاری که می کند سبحان الله، ای مسلمان محمد را بشناس، ای مسلمان عشق محمد را به قلب خودت، به قلب فرزندت، به قلب همسرت، در کل زندگی خودت جاری بگردان. به خدا قسم جز محمد، جز دنبال محمد صلاح و رستگاری و سعادت برای من و تو نمیرسد.
می آید حضرت عیسی صدا می زند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اولین کلام حضرت عیسی است که مردم دنیا بدانند عیسی نیامده که دینی آورده باشد، بلکه عیسی علیه السلام آمده تا از دین محمد دفاع کند. صلیب را میشکناند و به کذابین، به یهود کذاب میگوید شما دروغ گفتین که عیسی را به قتل رساندین، عیسی را شهید کردین. عیسی به آسمان رفته بود، الان آمده خوک را به قتل میرساند. چرا پیروان حضرت عیسی که فعلا در دنیا هستند خوک را حلال میدانند، حضرت عیسی می آید خوک را به قتل میرساند و میگوید دین من و دین محمد صلی الله علیه و سلم یکی بود. خوک را به قتل میرساند و بعد حرکت میکند. وقتی در منطقه به نام اللد، باب اللد در فلسطین است، اینجا میرسد، فعلا علما میگویند میدان هوایی فلسطین است، جایی که طیاره اونجا فرود می آید. در همین جا پیدا می کند دجال را حضرت عیسی. وقتی دجال با خبر می شود که حضرت عیسی آمده، مثل که نمک داخل آب چگونه آب می شود همین قسم آب می شود، پا به فرار می گذارد. حضرت عیسی می رسد، شمشیر با دست مبارک است، به دجال می گوید کجا فرار می کنی؟ تو از من قصدار است یک شمشیر، کجا فرار میکنی؟ شمشیر را بلند میکنند و به سر دجال میزند و او را به قتل میرساند. بعد از اینکه دجال به قتل میرسد، حضرت عیسی تمام یهودی که از همه را به قتل میرساند. حتی رسول خدا فرمود در زمان حضرت عیسی سنگها صدا میزنند که به پشت من یک یهودی پنهان است، بگیرین مسلمان به قتل برسانین. یهودی را به قتل میرساند. درخت صدا میزند که به پشت من یک یهودی پنهان است، بگیرین به قتل برسانین و مسلمان میرسد. الله او روز را بیاورد که به دست من تو مسلمان یک کافر به جهنم فرستاده شود. امروز که وقت حرف از جهاد میزنی مردم میترسند، ترس به وجودشان. حرف جهاد در این قرن 21 عزیز من، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاده است، اگر محبت جهاد به قلب مسلمان نماند و محبت جهاد از قلب مسلمان بیرون شود، اون مسلمان مرگ به سراغش نمی آید مگر اینکه منافق از دنیا می رود. من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبة من نفاق. رسول خدا فرمود کسی که مرد جهاد نکرده و محبت جهاد به قلبش نبوده، وقتی از دنیا می رود به یک شاخه از منافقت از دنیا رفته. عشق جهاد را از قلب دور نکن، محبت جهاد را از قلب دور نکن و هر وقت عاشق جهاد و شهادت باش که بهترین راه است، هیچ درجه بالاتر. الجهاد ذروة سنام الاسلام. رسول خدا فرمود بالاترین قلعه اسلام جهاد است. بنان حضرت عیسی علی نبینا علیهم السلام یهود را از زمین پاک میکنند و نصارا که پیروان حضرت عیسی هستند هر جا می آیند ایمان می آورند، هر جایی که هستند ایمان می آورند. در روایت 40 سال حضرت عیسی حکومت میکند در زمین. در زمین چون وقتی که رفته بود ازدواج نکرده بود. علما میگن دوباره ازدواج میکند، از زمین 40 سال میماند، بعد از 40 سال وفات میکند و جسد مطهر و مبارکش را در میان صدیق اکبر و در میان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم جای در همون جا باقی مانده، همون جا مدفن حضرت عیسی هست. و رسول معظم اسلام فرمود بعد از این که حضرت عیسی هنوز در دنیا هست، هنوز از دنیا نمرد،